خب میگه آیا امکان دارد برای تولید تعداد دوچرخه 19 عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟ خب ببین بچه ها، من 19 عدد چرخ هم اینجاست. خب این الان چنده؟ 3 4 تا 12 تا 4 تا 2 تا میشه 8 تا. ببخشید اشتباه نوشتم. 3 2 تا میشه 6 تا. این هم میشه 8 تا. خب بچه ها اگه دقت کنین نگاه کنیم 2 4 6 8 اینا همه چی هن؟ 20 زوجن. یعنی ما در اینجا عدد فرد نداریم تو تعداد چرخها. اصلا غیر از این هم شما خود تصور کن، میشه ما مثلا یه دوچرخه داشته باشیم که یه چرخ داشته باشه؟ نمیشه که. ببینید تا 18، ببینید الگوهای ما زوجه، یعنی تا 18 داریم، بعدش میشه 20. اگه من این وسط 19 تا داشته باشم این یعنی چی؟ یعنی تا 18 تا دوچرخه‌ام اوکی ان دیگه. چرا 18 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 9. یعنی من اینجا تا اینجا 9 تا دوچرخه دارم، چرخاشون هم همه درستن. اما اگه 19 باشه یعنی چی؟ یعنی یه دوچرخه دارم که یه چرخ داره، که نمیشه. چرا اونا نمیشن؟ اونا کامل شدن. ببین تا 18 تقسیم بر 2 بشه میشه 9. یعنی من 9 تا دوچرخه دارم، چرخاشم درسته، هیچی با اینا دیگه نمیتونم کار داشته باشم، اینا رفتن. غیر از این 18 من اگه یک دونه اضافه داشته باشم یعنی یه چرخه میشه دیگه، دوچرخه نمیشه. بنابراین اینطوری هم میتونید اون ذهنیت رو داشته باشید، اینجوری هم میتونید فکر کنید. ضمن اینکه کتابم اینجا گفته که آقا الگوهای ما چون زوجن، بنابراین عدد فرد دیگه در الگوی ما قرار نمیگیره. حالا من یه توضیح هم درباره زوج و فرد بدم، شاید هم حالا بعضیا ندونن. ببین بچه‌ها، تو ریاضی ما دو دسته عدد داریم. اعداد دسته‌بندی‌های مختلفی کردن. خب یکی از دسته‌بندی‌ها چیه؟ زوج. یکی از دسته‌بندی‌ها چیه؟ فرد. خب زوجه یعنی چی؟ ببین صفر عدد استثنایی هستش، استثناا زوج محسوبش میکنن. 2 4 6 8. ببین اینا زوجای یک رقمی هست. اینا رو باید حفظ کنین. 0 2 4 6 8. 0 2 4 6 8. بعد من تکرار کنین. 0 2 4 6 8. 0 2 4 6 8. حالا بعد از این که رقم‌های دو رقمی و سه رقمی و اینا میاد، ما فقط به یکان نگاه میکنیم. الان 10 که هست، این دهه من با این یکش کار ندارم، من با این یکانش کار دارم. یکانش چنده؟ 0. چون 0 زوجه، بنابراین میگم 10 زوجه. خب یا مثلا 12. 12 هم زوجه به خاطر اینکه دو زوجه. اعداد زوج غیر از صفر به دو بخش پذیرن. اعدادی هستن که به دو بخش پذیرن، یعنی نصف میشن. این خاصیت اعداد زوجه، به هیچی هم اضافه نمونه. خب فردا چی هن؟ فردا از یک شروع میشه. 1 3 5 7 9 و از اون به بعدم دو رقمی، سه رقمی، صد رقمی، ما فقط به یکانش نگاه میکنیم. الان مثلا بعد از این، بعد از 9 10 که زوجه، 11 میشه فرد. چرا؟ چون اون یکش یکانه، بازم به یکان نگاه میکنیم. 12 میشه 13 میشه فرد. چرا؟ چون سه فرده. فقط بچه ها به یکان نگاه میکنیم. یکان هم توی آموزش بعدی خدمتتون توضیح میدم، حالا اگر ارزش مکانی را هم نمیدونیم. اعداد فرد اگه دقت کنین یه دونه از عددهای زوج کمتر یا بیشترن. الان نگاه کنید 0 اگه بهش یکی بدم میشه فرد، میشه یک فرده. 2 یکی بهش بدم میشه چند؟ 3. خب پس اعداد فرد همون زوجی هستن، یعنی اینجا خودش الگو هست. ببینید اگه من عدد زوجی رو
به علاوه یا منهای یک کنم میشه چی؟ فرد. این الگو هم خیلی مهمه، این الگو رو باید بلد باشین. الگوی اعداد فرد چیه؟ یه عدد زوج رو ازش یکی کم کنیم یا یکی بهش اضافه کنیم. الان 3 رو نگاه کنین، اگه 2 در نظر بگیریم که بخوایم فردش کنیم، به 2 اگه یه دونه بدیم میشه 3، اگه یه دونه برداریم میشه 1. در هر صورت چه یکی بهش بدیم چه یکی ازش کم کنیم میشه فرد. خب این میشه از الگوهای زوج و فرد. خب پس اینجا امکان پذیر نیست. چرا؟ به همین دلیل که الان گفتیم، چون الگوی تعداد چرخهای ما زوجن نه فرد. ضمن اینکه دوچرخه هم باید 2 تا چرخ داشته باشه دیگه، هم دیگه کلا هر چند تا دوچرخه داشته باشیم باید تعداد چرخاش زوج باشه. خب چه رابطه‌ای بین تعداد چرخ‌ها و تعداد دوچرخه‌ها وجود دارد؟ همین چیزی که الان خدمتتون اینجا عرض کرده بودم بود. یعنی تعداد چرخ‌ها رو چجوری به دست میاریم؟ یعنی تعداد دوچرخه‌ها رو باید 2 برابر کنیم، ضرب در 2 کنیم. اگر تعداد دوچرخه‌ها رو با مربع، این تعداد دوچرخه رو میگه با مربع نشون بدین، و تعداد چرخ‌ها رو با دایره. تعداد چرخ‌ها چی هن؟ این حالا دایره من شبیه مربع شد. خب حالا دیگه حدودی هم میکشم. رابطه بالا چگونه میده؟ همین چیزی که الان نوشتم. تعداد چرخ‌ها این دایره است، دوچرخه ها رو مربع میذارم، ضرب که همونه، دو هم که ثابته عوض نمیشه. خب به عددهای 2 4 6 8 10 عدد زوج میگن که توضیحشو دادم خدمتتون. با توجه به الگوی زیر شکل پنجم را رسم و جدول کامل کنید. رسم یعنی بکشید. خب اینجا نگاه کنیم، باز هم من 2 تا فاکتور دارم، یه شماره شکل دارم که زیر نوشته و یه چی دارم مربع دارم. خب اینجا توی جدولم نگاه کنید، اینجا 2 تا فاکتور گذاشت، شماره شکل تعداد مربع. خب شکل اول بچه ها نگاه کنید، این ردیفه دیگه. خب اینا دیگه ابتدایی هست، متوجه هستین حتما. حالا شاید تک و توک بچه‌هایی باشن که متوجه نباشن، من دوست دارم کامل توضیح بدم که اگر یه نفری هم واقعا هیچی هم بلد نبود بدون همه چی متوجه بشه. بچه نگاه کن این ردیفه. خب تو جدول به این میگن ردیف، این چیزی که مستقیم میره. به این میگن ستون، مثل ستون خونه است دیگه. نگاه کنید این ستونه. خب اینجوری ایستاده است، اینا میشن ستون. الان نگاه کنید این اگه جدول من باشه این میشه ستون، این میشه ردیف. خب تعداد شماره شکل من چنده؟ 1. چند تا مربع دارم؟ یکی. شکل 2 چند تا مربع دارم؟ 3 تا. شکل 3 چند تا مربع دارم؟ 2 4 5 تا. اینجا می‌نویسیم. شکل 4 چند تا مربع داریم؟ 2 4 6 7 تا. به همین ترتیب. حالا میگه رابطه بین تعداد مربع و شماره شکل چیه؟ میگه بین این دوتا چه رابطه‌ای هست؟ یعنی این با این چه نسبتی داره؟ چجوری تغییر پیدا میکنه؟ اگه اینو داشته باشم چجوری میتونم اینو پیدا کنم؟ خب میگه خودش نوشته، میگه شماره شکل که یکه، قرمز کرد براتون، بچه‌ها به رنگا دقت کنید، کتاب داره شما راهنمایی میکنه. میگه شماره شکلت که یکه، ضرب در 2 کن، بعد بیا منهای 1 کن. حدس زد. ببین گفت آقا این اگه یکه چجوری میشه یک چجوری میشه یک؟ یا ضرب در خودش میشه، میتونم بگم یک یکی، یا میتونم بگم یک ضرب در 2 منهای یک. یک دوتا میشه 2 تا، منهای یک میشه چند؟ 1. خب چرا حالا ضرب در 1 نکرد؟ اگه ضرب در 1 کنیم نمیشه مثلا بگیم شماره شکل ضرب در تعداد مربع ها، یعنی شماره شکل ضرب در خودش بشه، مثلا بگیم 1 ضرب در 1. اینجا درست میشه، جواب درست. حالا دومی، 2 ضرب در خودش 2 میشه چند؟ 4. در نمیاد. خب پس باید بعدش یه منهای 1 بذاریم.
به اینها میگن الگوهای ترکیبی بچه‌ها. ببین چرا؟ چون اینجا یه ضرب داریم، اینجا یه منها داریم. چون از دو تا عملیات ریاضی استفاده کرد، میگم ترکیبیه، الگوی ترکیبی. ترکیبی یعنی از چند تا عملیات استفاده بشه، مثلا بیاد ضرب و جمع کنه، بیاد تقسیم و منها کنه، یا تقسیم و جمع کنه. بیشتر الگوهایی که شما تو کتابتون دارین بچه‌ها ترکیبی هن و بیشترشون هم ضرب با منها یا ضرب با جمع هن. یعنی این خیلی استفاده میشه تو کتاب شما. خب پس الگوی من اینجا چیه؟ باید بنویسم. الگومو مینویسم، میگم چی؟ این یکه چیه؟ به جای این یک باید اون نقشی که داره رو بنویسم. یک الان چیه؟ نگاه کنین، اسم اینو بنویسین. میگم یک هست شماره شکل، شماره شکل. خب بعد چه اتفاقی افتاده؟ ضرب در 2 منهای 1. اونا ثابت هم. ببینید ضرب در 2 منهای 1، ضرب در 2 منهای 1، ضرب در 2 منهای 1، همینجوری تا آخر ضرب در 2 منهای 1. پس اینها ثابت هم. ضرب در 2 داخل کمانک باید بذاریم، بعد بیایم بگیم منهای 1. این میشه الگوی من. مساوی با چی میشه؟ تعداد چرخام میشه. خب حالا هر عددی، چون من الان الگو رو دارم، هر سوالی از من بپرسه فقط کافی جاگذاری کنم. خب اینجا که کامل میکنیم. اینجا چی بود؟ 4 بود، شماره شکل 4، اینجا هم که منهای 1 ثابته. خب چندمین شکل با 23 مربع ساخته میشود. بچه ها اینا رو دقت کنیم. ببین 23 مربعه، من باید برم تو ردیف مربع اینجا مثلا بذارم 23. خب اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ ضرب در 2 منهای 1 میشه، درسته؟ برای اینکه الان من بفهمم اینجا رو چجوری به دست بیارم، باید این ضرب در 2 منهای 1 رو برعکس کنم. چرا؟ چون اینجا من این رابطه که بود میتونستم تعداد مربع رو به دست بیارم، ولی اینجا اومده خودش به من تعداد مربع رو داد. الان از من چی میخواد؟ شماره شکل رو میخواد. پس من باید بیام برعکس انجام بدم. پس میام مینویسم. ببین تا اینجام نوشته الگو رو. من الگو که اونجا نوشتم میام برعکسش مینویسم. میگه 23 تا، درسته؟ بله 23. تعداد چرخ‌ها 23 گفتش. اینجا نگاه کنین چندمین شکل با تعداد ببخشید من چرخ نوشتم مربع، حواسم نبود. تعداد مربع. خب اینجا بود 23. گفت ما اگه 23 تا مربع داشته باشیم شماره شکل رو به دست بیاریم. خب من میام دوباره همون کاری که گفتم. باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ گفتم خدمتتون باید چیکار کنیم؟ برعکس انجام بدیم. یعنی اگر این منهای 1 ضرب در 2 کرد، من باید هر کاری کرده رو برعکس کنم. به ترتیب از آخر شروع میکنیم. از آخر شروع میکنیم. نگاه کنین اولین کاری که کرد چیکار کرد؟ منهای 1. من میام چیکار میکنم؟ به علاوه 1 میکنم. 23 به علاوه 1 چند میشه؟ 23 به علاوه 1 میشه 24. یعنی تا اینجا، تا اینجا میشه 24. یعنی اونا دیگه رفتن، حذف شدن. خب الان من اینجا 24 دارم. خب حالا قبلش چیه؟ ضرب در 2. پس باید چیکار کنم؟ برعکس ضرب چی میشه؟ تقسیم. پس میگم 24 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 20 تقسیم بر 2 میشه 10. 4 هم تقسیم بر 2 میشه 12. چیز ببخشید 2. جواب شد 12. خب پس اینم رفت. جواب چند شد؟ 12. حالا دوباره انجام بدیم. 12 ضرب در 2 میشه 24. منهای 1 چند میشه؟ 23. به همین ترتیب شما همینو باید اینجا بنویسین. حتما باید
اینو بنویسین بچه ها، اینو مینویسین، الگو رو مینویسین، زیرش این کار رو انجام میدین، نه این فقط جواب ننویسین. خب پس اینجا میشه 12. من چون حالا جا نیست صرفا جواب نوشتم، ولی شما باید حتما اون رابطه رو بنویسید. آیا شکلی با 28 مربع ساخته می شود؟ چرا؟ حالا به من چی رو داده؟ 28 بازم مربع داده. میگه من 28 رو میتونم اینجا بذارم. خب من به الگوهای تعداد مربع ها وقتی نگاه میکنم میگم 1 3 5 7، اینا منو به یاد الگوهای عدد فرد میندازه. چون الگوهای مربع های من همه فردن، به خاطر همین نمیتونم الگوی زوج استفاده کنم. خب چون همش داره تکرار میشه، ببینید وقتی 4 تا پشت سر هم، 5 تا پشت سر هم فردن، یعنی دیگه الگوی زوج نمیتونیم داشته باشیم. پس میگیم خیر، چون الگوی تعداد مربع‌های ما فرد است. خیر خیر چون الگوی تعداد مربع‌های ما فرد است. خب با توجه به الگوی بالا رابطه روبرو رو کامل کنید. خب این همین چیزی بود که ما نوشتیم دیگه. تعداد مربع مساوی است با شماره شکل. اینجا هم هست ضرب در 2 منهای 1. در رابطه بالا به جای تعداد مربع ها مربع بذارین. تعداد مربع اینه. خب به جاش چی میذارم؟ مربع میذارم. مساوی که همونه، کمونک رو گذاشت. به جای شماره شکل دایره خودش گذاشت. ضرب که همونه. این ضرب در 2 منهای 1 هم ثابته. ضرب در 2 کمونک بسته منهای 1. خب به عددهای 1 3 5 7 9 11 بعدش 13 15 همینجوری میره با بالا. خب به اینا میگن عددهای فرد، الگوی عددهای فرد. خب بچه عزیز این صفحه رو تموم کردیم. امیدوارم که استفاده کرده باشین. پس یه بار دیگه مرور میکنم، به خاطر اینکه یه مروری هم از سال قبل بود، گرچه یه خورده طولانی شد ولی نیاز بود. مخصوصا فهم الگو برای شما خیلی مهمه. عزیزان ببینین، الگو یعنی چیزی که با نظم خاصی تکرار میشه. اگر من یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا از اون مواردش رو متوجه بشم، میتونم مثلا الگوی صدومیش رو بفهمم، در صدومین حالتش هم متوجه بشم. به این میگن الگو. مثلا فرض کنین که دیگه ساده ترینش، فرض کنین نحوه بستن بند کفشتون، یا مثلا نحوه غذا خوردن، مثلا 3 وعده در روز، یا نحوه تکرار روز، مثلا صبح ظهر عصر شب. اینا همشون نمونه هایی از الگو هستن. اون چیزی که در الگو مهمه اینه که ما بتونیم اون مسئله رو توی جدول پیاده بکنیم. این قدم اول. حتما مرحله بندی کنید. مرحله اول در الگو اینه که ما جدول بکشیم. مرحله دوم اینه که ما الگو رو تشخیص بدیم و بنویسیم به این صورت. خب و این چیزی که مهمه اینه که ما ممکنه اینجا متغیر داشته باشیم. ببینید فاکتورهای متغیر مثل شماره شکلی که عوض میشه، هی ثابت نیست. تعداد مربع هایی که عوض میشن ثابت نیستن. بعضی وقتا ممکنه با بعضی عامل های ثابت هم داشته باشیم، مثل اینجا ضرب در 2 که ثابته، یا منهای 1 که ثابته. بعد گفتیم که بعضی وقتا الگوهای ما ترکیبی هن، مثل اینجا یه ضرب دارم، این ضرب منه و اینم منهای منه. یه ضرب و یه منها دارم. اینجوری نیست که فقط یه ضرب باشه، مثلا بگم فقط دارن 2 برابر میشن یا 3 برابر میشن، یا داره از همشون مثلا یکی کم میشه. یه ضرب با یه منها، یه ضرب با یه جمع، یه تقسیم با یه منها، یه تقسیم با یه جمع. این الگوهای ترکیبی رو امسال میخواد کتاب با شما بیشتر کار کنه. و بعد از اینکه پس اول جدول میکشم،
بعد رابطه رو به این صورت واسه خودم می نویسم با نگاه کردن به اینجا با حدس و آزمایش. میگم این اولیه چجوری شد این چطوری شد این، یه رابطه پیدا میکنم. مثلا میگم 2 برابر داره میشه، داره مثلا 3 برابر میشه، بعد ازش یکی کم میشه. خب با حدس و آزمایش و همین چیزی که گفتم و به این صورت می نویسم، به صورت الگو می نویسم. اون چیزهایی که تغییر پیدا میکنن اسمشون نوشته میشه مثل اینجا، اون چیزهایی که ثابتن عدد براشون نوشته میشه مثل اینجا ضرب در 2 × خب و به این صورت به سوالایی که برای الگو میاد جواب میدم. دیگه هر چی را سوال بپرسن چون من رابطه رو دارم فقط جاگذاری میکنم. مثل اینجا شماره شکل خواست، تعداد مربع رو داد، من جا گذاشتم و به دست آوردم. و اون چیزی که حالا کتاب بیشتر مد نظرشه اینه که مثلا اگر به شما یه الگو رو برعکس هم بده در بیارین. مثل اینجا به جای اینکه بیاد اول شماره شکل رو بده و راحت تر باشه اومد تعداد مربع رو داد که گفتم اگه اینجوری هم بود فقط کافیه برعکس بیان. یعنی هر کاری که انجام داده رو از آخر شروع کنین و هر کاری که انجام داده رو شما برعکس کنین. یعنی منها کرده جمع کنین، تقسیم کرده ضرب کنین، به همین صورت. خب اینم از این الگوهای زوج هم که خدمت رو عرض کردم، زوج و فردم که گفتم و به همین ترتیب بود. انشالله میریم برای صفحه بعد. موفق باشین و خدا نگهدار.